پودرت خوب سیاه نمیکنه؟ زغال رو میکشی روش که بهتر سیاه کنه ولی خط میندازه. بیا اینجا تا بهت بگم چیکار کنی. ما نیاز داریم به چند تا مغز مداد کنته. اگه مغز مدادت شکسته یا مدادت خیلی کوچیک شده، اون رو دور ننداز و به روشی که بهت میگم پودرش کن. به یک کاتر نسبتاً تیز نیاز داریم. اول با کاتر سعی میکنیم چند لایه چوب رو از روی مداد جدا کنیم. سعی میکنم با انگشت شستم حرکت کاتر رو کنترل کنم که دستم زخمی نشه. در لایه‌های بعدی که میرسم به مغز مداد سعی میکنم کاتر رو به سمت خودم کج کنم که چوب بشکنه. انقدر ادامه میدم تا به مغز مداد برسم. همینطور که میبینین. مغزها رو داخل هاون میریزم. اول با ضربات زیاد اونها رو خورد میکنم و بعد با حرکت دورانی سعی میکنم کامل پودر کنم و انقدر ادامه میدم که پودر یه دستی به دست بیاد. پودر ما آماده است. پودرت خوب سیاه نمیکنه؟ زغال رو میکشی روش که بهتر سیاه کنه ولی خط میندازه. بیا اینجا تا بهت بگم چیکار کنی. ما نیاز داریم به چند تا مغز مداد کنته. اگه مغز مدادت شکسته یا مدادت خیلی کوچیک شده، اون رو دور ننداز و به روشی که بهت میگم پودرش کن. به یک کاتر نسبتاً تیز نیاز داریم. اول با کاتر سعی میکنیم چند لایه چوب رو از روی مداد جدا کنیم. سعی میکنم با انگشت شستم حرکت کاتر رو کنترل کنم که دستم زخمی نشه. در لایه‌های بعدی که میرسم به مغز مداد سعی میکنم کاتر رو به سمت خودم کج کنم که چوب بشکنه. انقدر ادامه میدم تا به مغز مداد برسم. همینطور که میبینین. مغزها رو داخل هاون میریزم. اول با ضربات زیاد اونها رو خورد میکنم و بعد با حرکت دورانی سعی میکنم کامل پودر کنم و انقدر ادامه میدم که پودر یه دستی به دست بیاد. پودر ما آماده است.